درود. دنیای ماشینا یه دنیای بسیار بزرگ و خفنه. هر روز یه ماشین جدید میاد و پوز ماشین قبلی رو میزنه. حالا که دیگه دست آمده با چه موضوعاتی حال میکنید، اومدم با یه ویدیو خفن دیگه. قبل از اینکه شماره 9 بگم، باید بگم خودروهای شرکت رویز رویس ممکنه حتی گرونتر از شماره 1 لیست ما باشن، اما توی لیست امروز ما جایی ندارن، چون رویز رویس قیمت ثابتی برای خودروهاش اعلام نمیکنه و قیمت خودروهای این شرکت وابسته به آپشن‌هاش متغیره. شماره 9 بوگاتی شیرون. اگه به ماشین‌های کلاسیک علاقه‌مند باشید، بوگاتی شیرون بهترین گزینه در بین ماشین‌های گران قیمت جهانه. جالب بدونید شرکت بوگاتی 4 ماشین در لیست گرانترین ماشین‌های جهان داره. حداکثر سرعت این خودرو 431 کیلومتر بر ساعته. بوگاتی تنها 20 دستگاه از شیرون رو تولید کرده. همچنین گفته میشه یکی از صاحبان بوگاتی شیرون یک ایرانیه، مانی خوشبین. این ماشین دارای طراحی بسیار زیبا و شگفت‌انگیز با 3 میلیون دلار هزینه از موادی ساخته شده که تعریف واقعی از لوکس بودن رو ارائه میده. در کمال شگفتی چرم بکار رفته در صندلی‌ها، داشبورد و پنل‌های درب این خودرو متعلق به 16 گاو مختلفه. بوگاتی شیرون 1500 اسب بخار قدرت داره و میتونه در مدت زمان 2.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 تا 97 کیلومتر بر ساعت برسونه. این خودرو از موتور 16 سیلندر با 4 توربوشارژ بهره میبره که برای خنک کردن موتورش به 800 لیتر آب و بیشتر از 60,000 لیتر هوا نیاز داره. شماره 8 فراری پینینفارینا سرگیو. این ماشین گران قیمت در نمایشگاه اتومبیل ژنو 2013 به نمایش گذاشته شد. تنها 6 دستگاه نمونه این ابرخودرو در جهان وجود دارد. این سیاستی بود که شرکت فراری برای محبوب کردن ماشین خودش استفاده کرد. جالب بدونید که صاحبان این 6 خودرو توسط تولید کنندگان این شرکت انتخاب میشن. از مشخصات فنیش باید بگم که دارای یک موتور 4.5 لیتری وی هست که دارای قدرت 562 اسب بخاره و از یک گیربکس 7 سرعت بهره میبره. همچنین این موتور به جبه‌دنده 2 کلاچه متصل شده. این خودرو میتونه در مدت 3.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت برسونه و حداکثر سرعتی که تجربه کرده 320 کیلومتر بر ساعته. نمای بیرونی این ماشین بسیار شبیه عنکبوته و همچنین قاب اون از فیبر کربن ساخته شده. شماره 7 لیکان هایپر اسپورت. این شگفتی عرب توسط خودروساز لبنانی ساخته شده. شرکت دبلیو موتورز تونسته خودرویی تولید کنه که جزو گرانترین ماشین‌های جهان باشه. علاقه‌مندان به سینما نخستین بار این اتومبیل رو در قسمت هفتم از مجموعه فیلم‌های سریع و آتشین دیدن. لیکان یک ماشین سوپر اسپورته که تنها شرکت مطرح جهان در خاورمیانه است. فقط در صورتی که خود شما یا پدر و مادرتون صاحب چندین چاه نفت باشید میتونید این ماشین رو توی پارکینگ خونه‌تون ببینید. شرکت لبنانی سازنده این خودرو فقط 7 دستگاه از اون رو تولید کرده که پلیس دبی یکی از مشتریان خاص این ماشینه. موتور این ماشین 740 اسب بخار قدرت تولید میکنه و میتونه تو کمتر از 2.8 ثانیه از 0 به 100 این خودرو قادر بیش از 395 کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشه. چراغ‌های این خودرو با روکشی از الماس پوشیده شدن و گفته میشه 420 قطعه الماس با عیار 15 قیراط در ساخت چراغ‌های این ماشین به کار رفته. قسمت شگفت انگیزش اینجاست که این شرکت به درخواست مشتری یاقوت کبود، الماس زرد و یا هر سنگ قیمتی که فکرشو بکنید جایگزین الماس میکنه. جالب تر از اون اینه که چرم‌های استفاده شده در روکش این خودرو با نخی از طلای 24 عیار دوخته شده. این نهایت لاکچری بودن یه خودروه. به همین دلایله که یکی از گرانترین ماشین‌های جهان به شمار میره. شماره 6 مرسدس میباخ اکسلرو. داستان این ماشین گران قیمت از اونجایی شروع شد که تولید کننده مشهور تایر آلمانی فولدا تصمیم گرفت که تایرهای غول‌پیکر جدیدش رو آزمایش کنه. در سال 2005 بود که شرکت مرسدس ماشین فوق‌العاده اسپورت خودش رو برای آزمایش تایرهای عظیم تولید کرد. قیمت این ماشین 8 میلیون دلاره. با کمال شگفتی باید بگم که این مقدار تقریبا برابر درآمد سالیانه یک کشور جزیره‌ای کوچیکه. این خودرو در زمان خودش گرانترین ماشین جهان بود. شماره 5 بوگاتی ویرون منصوری. وقتی صحبت از زیباترین ماشین‌های جهان، بوگاتی ویرون بلافاصله در ذهن تداعی میشه. این خودرو توسط آقای کوروش منصوری و همکارانش طراحی و ساخته شده. طبق گزارش‌ها این ماشین متعلق به یکی از تاجرهای آفریقای جنوبی به نام زینین موتیه. همچنین نسخه دیگه در اختیار سناتور دنوی. مشخصات فنی این ماشین از جمله موتور 8 لیتری 4 توربو که میتونه 1200 اسب بخار و 1106 پوند گشتاور تولید کنه. نسخه اصلی
اصلی این ماشین میتونه سرعتی حدود 410 کیلومتر در ساعت داشته باشه. همچنین در مدت 2.7 ثانیه سرعتش از 0 به 100 کیلومتر در ساعت میرسه. این خودرو نه تنها به عنوان یکی از سریعترین ماشین‌های دنیا بلکه یکی از گرانترین ماشین‌های جهان هم به شمار میره. بدنه این خودرو از فیبر کربن، همچنین کابین بسیار جذابش چشم‌ها رو خیره میکنه. شماره 4 بوگاتی چنتودیچی. چنتودیچی در زبان ایتالیایی به معنی 110. این ماشین برای ادای احترام به ماشین EB 110 تولید شد. EB 110 خودرویی که تو سال 1998 برند بوگاتی رو از ورشکستگی نجات داد. این خودرو مثل بقیه گرانترین ها به تعداد محدودی تولید میشه. بوگاتی تصمیم داره 10 دستگاه از این ماشین رو تولید کنه که همه اونا از قبل رزرو شدن. موتورش 1600 اسب بخار قدرت داره و از پیشرانه 4 توربو 16 سیلندر بهره میبره. بالاترین سرعتش 380 کیلومتر بر ساعت و تنها به 2.4 ثانیه زمان نیاز داره تا سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر بر ساعت افزایش بده. شماره 3 کونیکسگ. یکی از شاهکارهای خودروهای سوئدی کونیکسگ. این خودرو رو میشه به طور قانونی در جاده ها به حرکت درآورد. بدنه این خودرو تماما از الیاف کربن الماسی تولید شده. در ساخت بدنه این خودرو پودر الماس رو داخل فیبرهای کربن اشباع کردن. درخشش قطعات ریز الماس در زیر نور خورشید زیبایی اون رو دوچندان میکنه. قیمت این خودرو 4.8 میلیون دلاره. بله درست شنیدید. ابتدا این شرکت تصمیم داشت تنها 3 دستگاه از این خودرو رو تولید کنه که برای انحصاری بودنش کافی بود، اما گویا تا حالا تونستن فقط 2 دستگاه از اون رو تولید کنن، چرا که تولید فیبر کربن حاوی الماس خیلی دشوار و زمان بره. یکی از صاحبان این ماشین بوکسور افسانه‌ای فلوید میبدره. در قلب این ماشین یه موتور آلومینیومی وی جفت توربو قرار داره. قدرت این ماشین حدود 1000 اسب بخار و نیرو گشتاورش معادل 797 پونده. حداکثر سرعتی که با این خودرو میتونید تجربه کنید 410 کیلومتر بر ساعت. شماره 2 مکلارن پیوان. این موجود آهنی نه تنها یک ماشین رویایی و جذابه بلکه یکی از ماشین‌هایی است که به ندرت در طول عمرتون ممکنه اونو به چشمتون ببینید. این خودرو یه خودرو افسانه‌ایه که کابینش مثل کابین هواپیماه. در واقع نسبت به نمونه قبلی خودش 60 کیلوگرم سبک‌تره. به همین دلیل تونسته یکی از گرانترین ماشین‌های جهان بشه. تا حالا فقط 5 دستگاه از این خودرو تولید شده. این ماشین از موتور تخت 8 سیلندر با توربو دوقلو بهره میبره. این پیشرانه قدرت 750 اسب بخار و گشتاور 1000 نیوتن متری داره. همونطور که انتظار دارید شتاب 0 تا 100ش 2.8 ثانیه‌ای و حداکثر سرعت 395 کیلومتر بر ساعت را برای مشتریان خاص خودش به ارمغان آورده. از شگفتی‌های دیگه این خودرو استفاده از روکش طلا برای موتور جهت دفع بهتر گرما و سبکتر شدن سیستم اگزوز. و بالاخره شماره 1. آماده اید که با گرانترین ماشین حال حاضر جهان آشنا بشید. شماره 1 بوگاتی لاویتور نوا. لاویتور نوا به معنای ماشین سیاه. این کوپه لوکس آخرین اتومبیل از شرکت بوگاتیه. شرکت خودروسازی بوگاتی به مناسبت 110مین سالگرد خودش از این خودرو زیبا رونمایی کرده. در واقع تولید این ماشین برای ادای احترام به آتلانتیک SC 57 بوده که اتومبیل شخصی بوگاتی بوده و در جنگ جهانی دوم نابود شده. تک تک اجزای این ماشین لوکس با دست ساخته شدن. همچنین بدنش از فیبر کربن کاملا دستسازه. این پیشرانه با موتور 4 توربو 8 لیتری 16 سیلندر عرضه میشه که میتونه 1500 اسب بخار نیرو تولید کنه. همچنین میتونه سرعت 400 کیلومتر بر ساعت رو برای شما به ارمغان بیاره. در کمال شگفتی قادر در مدت 2.4 ثانیه سرعت خودش رو از 0 به 100 کیلومتر برسونه. نوار LED قرمز رنگ در پشت ماشین زیباییش رو دوچندان کرده. همچنین در زیر این نوار قرمز رنگ کلمه بوگاتی میدرخشه. جالبه که بدونید ما فقط میتونیم بیرون این ماشین رو تماشا کنیم، چرا که به طرز عجیبی در نمایشگاه ژنو بوگاتی فضای داخلی این خودرو رو نشون نداده و هیچ گونه عکسی از فضای داخلی این خودرو در دسترس نیست. به نظر شما کدام یک از این ماشین‌ها خفن‌تر و جذاب‌تر بودن؟